کانال من خیلی خوش اومدید. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. میخوام یک بازی وحشتناک رو برای شما معرفی کنم. فرست و فاتوم آیرون بارک لوگ ات. این بازی ترسناک اول شخصه توسط ریلی استادیو ساخته شده. در 20 اکتبر 2023 برای مایکروسافت ویندوز منتشر شد. بازی در شهر خیالی آیرون بارک واقع در استرالیا در سال 1967 اتفاق میفته. بازیکن نقش زک نلسون، یک مأمور آتش نشانی 24 ساله رو بر عهده داره. زک نلسون، یک مأمور آتش نشانی 24 ساله، به پاسگاه جدید منتقل میشه. وقتی داخل خانه جدیدش میره نمیتونه که این حس رو از بین ببره که همه چیز درسته، ولی حق با او بود، زیرا او نمیدانست که در پارک آیرون بارک چه اتفاقی میفته. زک نلسون به عنوان نگهبان آتش سوزی تابستانی در جنگل آیرون بارک استخدام شده. او قراره در دروازه جنگل آیرون بارک گزارش بده و در راه جنگلی که با ماشین آروی خود رانندگی میکنه. در مورد زندگی انفرادی خود داره فکر میکنه. در حین رانندگی و ارسال پیامک با خواهرش کایلا، او یک غذاخوری بسیار محبوب در شهر روزبورگ رو به او پیشنهاد میده تا غذا بخوره. زک آروی خود رو در پارکینگ غذاخوری پارک میکنه، بررسی میکنه که همه چیز درست و خوب است. وقتی داخل غذاخوری میشه با پیشخدمت و چند نفر سامیانه گپ میزنه و مورد چگونگی رفتنش به جنگل آیرون بارک صحبت میکنه که چطور قراره در اونجا استخدام بشه. یکی سامیان، یک مرد بداخلاق و عجیب و غریب که از پنجره باز به بیرون نگاه میکند، به سوالات او پاسخ نمیده و به سادگی به او خیره میشود. لباس مجلسی خاکستری و یک بیل کثیف فرادای مشکی روی صندلی گذاشته. زک او رو تنها میذاره و به یک صندلی دیگه میره. چیزبرگر با سیب زمینی و قهوه سفارش میده. متوجه میشه که در حالی که داره پول میده، مرد بداخلاق عجیب هم رفته. بعد قراره به اینا فکر نکنه و به یک جاده فکر کنه. به سمت اتومبیل خود برمیگرده و درب کناری رو کاملا باز میبینه. او با تعجب فکر میکنه که آیا اون رو باز گذاشته، گفت معیوبه یا چی. او وارد میشه، آروی رو بررسی میکنه. همه چیز خوب به نظر میرسه، به استثنا درب سرویس بهداشتی به نوعی گیر کرده و باز نمیشه. متوجه زمان میشه که دیرش شده. سوار ماشین میشه و راهی جنگل آیرون بارک میره. ساعت 8:02 شب زک به پارک جنگلی میرسه. بیلی از او استقبال میکنه و او به بیلی میگه که اهل کمپینگ نیست و برای کار در پارک استخدام شده. واقعیتی که بیلی از آن بیخبر بود. زک رو به برج 11 منصوب میکنه. زک ساعت 11:32 شب به برج خود میرسه. قبل از اینکه تجهیزات رادیویی خود رو روی میز بذاره، رمز عبور رایانش رو تایپ میکنه، وارد میشه. مردی به زک سلام میکنه و او رو مرد جدید صدا میکنه. نام او رو میخواد. از طریق دیالوگ مشخص میشه که این مرد کانره. همچنان به پرسش و گفتگو با زک ادامه میده. بلافاصله پس از این کانر به زک توصیه میکنه که از طریق اجاق هیزمی در آتش روشن کنه، زیرا دما شروع به کاهش میکنه. کانر به دودکش اشاره میکنه و به رخت خواب میره. پس از بیدار شدن در روز 2، زک بیرون از دیدبان خود ایستاده. با ورود به داخل رادیو بلند میشه و کانر به زک از دود در شمال برج 11 اطلاع میده. دود سفید بودن آن به این معنی است که آتش کمپ داره خاموش میشه. کانر به زک میگه که چون برج 11 نزدیکه باید به آن منطقه بره و ببینه چه خبره. در حالی که در این مسیر فریاد یک مرد بالغ شنیده میشه. هنگامی که به محل کمپینگ میرسه، یک چادر به همراه چندین موارد دیگر از جمله گمه، کباب، پز و قوطی کنسرو و فانوس و غیره. هنگامی که آتش با سطل و حوض خاموش میشد، زک میتونست یه مرد شاخدار رو ببینه.
گذشته از علامت بسته شدن اضطراری صدا زدن منجر به عدم پاسخگویی میشه. جک متوجه میشه که تنها نیست و جنگل داره اتفاقات عجیب غریبی میبینه. جک با رسیدن دوباره به برد تقریبا هول هوش ساعت 9:07 نمیتونه احساس کنه که چیز وحشتناکی نیست و جک محل کمپینگ رو خالی میذاره و گزارش میده. کانر گزارش رو میگیره و فریاد میزنه. درجه اول به یک شبیه سازی اینه که داری پیاده روی میکنی. با اکتشافات رانندگی و مکالمه و غیره در این بازی باید در مکانهای مختلفی قدم گذاشته و طی دیالوگ هایی که با برخی از کاراکترها با صحبت کردن بپردازید تا ابعاد جدیدی را از اتفاقاتی مختلفی کشف کنید. از مهمترین ویژگی این بازی میتونه به جو محیط و همچنین گرافیک و تصاویر واقعی اشاره کنه. جذابیت داستان ما رو دو چندان برابر میکنه. بهتره وقت رو تلف نکرده و به جک نلسون کمک کنید تا داستان پشت پرده رو کشف کنید. مرسی که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.